این کیک به همراه اون کرم پنیری زعفرونی روش خوراک مهمونیای ماه رمضونه. قبل از شروع کار فرتون رو روی حالت حرارت از پایین به همراه فن روشن بذارید تا حسابی داغ بشه. 4 تا دونه تخم مرغ لازم داریم به همراه شکر و وانیل با دور تند همزن انقدر همش میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. برای عطر و بوی بیشتر داخل کیک هم از پودر هل و زعفرون و گلاب استفاده کردم. به همراه شیر و روغن به مواد کیک هم اضافه میکنم و 1 دقیقه دیگه همشون میزنم. در آخر مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو طی 3 مرحله به مواد کیک هم اضافه میکنم و خیلی آروم و در یک جهت به کمک یک همزن دستی همشون میزنم. مواد کیکتون به همین راحتی آماده شد. قالبتون رو چرب و آرد پاشی کنید و مایع کیک رو داخلش بریزید. حالا بلافاصله کیک رو توی فر از قبل گرم شده قرار میدیم. فر برقی و تو کار من از برند کن هستش که بارها بهتون معرفی کردم. کیفیت پخت فوق العاده ای داره و خیلی ازش راضیم. چون حرارت رو یکسان و یک نواخت توی همه فضا پخش میکنه باعث میشه که هر چیزی که توش بپزید عالی در بیاد. مدل فر خودم به همراه پیج لوازم خانگی کن رو توی کپشن براتون میذارم. بعد از اینکه کیکتون خنک شد سطحش رو با شیر مرطوب بکنید. برای کرم پنیری هم خام قنادی رو فرم دادم، بهش پنیر خامه‌ای و زعفرون اضافه کردم. به همین راحتی. از خوشمزدگی این کرم پنیری هر چقدر بگم کم گفتم. راستی یه مسابقه هم داریم. 3 نفر از کسایی که این کیک رو درست کنن و عکس کیک رو به همراه آیدی پیج کن استوری کنن به قید قرعه برنده 1 میلیون تومان وجه نقد میشن. برای دیدن جزئیات بیشتر حتما کپشن رو